سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 31 январи توجیکستانро از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. رستم جانی، امردین علوچویف در بنای اوباب در محله میرزابک در حبس قرار دارد. 20 سال حکم زندان ساکن ایسار برای تجاوز به ناموس جیان نابالغش. 3 تابوت از یک خانه، ویدیو مراسم دفن مهاجر بچه‌های شهید در وخش. بازداشت 66 نفر در پی زنوزنی مهاجران در جنوب مسکو. افسر میلیتای نویه سینا 128,000 سامانی پوره گرفت و عفو شد. مرگ فاجعه‌ای عالم جوان تاجیک فرهاد رزاقوف در راه عینی پنجکند. کامرانشاه در گران پری پرتغالیا مدال برنجی گرفت. نجات یک جوانزن از قصد خودکشی در خوجند. دختر تاجیک در مسکو گم شده است. برای یافتن شکرانه کمک کنید. و اکنون تفصیلات خبرها. امردین علوچویف، یکی از لیدرهای غیر رسمی بدخشان که از روز 11 январ در روسیه به نام و نشان ناپدید شد، در دوشنبه در دست اوباب در حبس قرار دارد و هفته گذشته عمکش توانسته است که او را در بازداشتگاه ببیند. در این باره ژورنالیست رستم جانی که مسائل بدخشان را پیگیری میکند در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد. در حبسخانه مقامات تاجیک بودن امردین علوچویف تصدیق شد. 4 روز پیش عمکش با او دیدار کرده است. او در بنای مربوط به ریاست مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی تاجیکستان واقع در نزدیکی محله میرزابک شهر دوشنبه زندانی است. هنوز ادوکات ندارد و اقربایش نمیدونند گناه او چیست. مقامات نیز نگفتند از روی کدام ماده‌های قانون امردین را بازداشت کردند. خبر داده است رستم جانی. او با تکیه به معلومات وزارت امور داخلی روسیه می‌افزاید که مقامات روسیه امردین علوچویف را از 2 مای سال 2020 با درخواست جانب تاجیکستان تحت جستجو قرار دادند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به دلیل بر اساس 2 ماده کودکس جنایتی تاجیکستان، ماده های 181 قسم 3 گروگانگیری و 189 قسم 3 برانگیختن کینه و عداوت ملی و محلگرایی، علوچویف را ایبدار کرده بازداشت و استرداد او را از روسیه طلب کردند. رستم جانی نوشت که به علوچویف بر اساس این 2 بند قانون در مجموع تا 24 سال زندان تهدید میکند. خبر در دوشنبه و مشخصا در بازداشتگاه اوباب در محله میرزابک قرار داشتن امردین علوچویف را مقامات وزارت کارهای داخلی هنوز شرح ندادند. مقامات این وزارت تا حال استرداد این لیدر غیر رسمی بدخشان را رد کرده اصرار می‌ورزند که علوچویف در دست این نهاد نیست. اما وزارت کارهای داخلی قبلا از روسیه آورده شدن عزت امان و چهارشنبه را هم رد کرده بود، ولی بعدا معلوم شد که آنها الکی در دوشنبه در پس پنجره قرار دارند. امردین علوچویف 21 دکبر سال 1977 در ناحیه روشخلای ولایت مختار کوهستان بدخشان به دنیا آمده. 2 فرزند دارد. امردین علوچویف را یکی از تشکیل کنندگان میتینگ شام 25 نوامبر در نزد سفارت تاجیکستان در شهر مسکو میشمارند. او از جمله آنهایی بود که آن شام با سفیر تاجیکستان در روسیه دولتشاه گل محمدزاده ملاقات کردند و طلب‌های اعتراضگران را به وی رساندند. علیشیر میرزانباد رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان و دلیر جمعه وزیر انرژتیک تاجیکستان روز 2 январ در یک جلسه در خوروغ علوچویف را سرکرده گروه جنایی نام برده به آن ایبدار کردند که زادگان این ولایت را در روسیه به ضد حکومت میشوراند. اما رستم جانی مینویسد علوچویف یکی از چهره‌های با نفوذ جوانان تاجیک در روسیه بوده. امردین را همچون حمایتگر حقوق مهاجران کاری در روسیه میشناختند. هزارها نفر با کمک او از چنگال افباشان و فریبگران رهیدند. دادگاه عالی تاجیکستان با حکم خود از 13 январи سال جاری ساکن جماعت ایسار شهر ایسار سمینوف نظامجان را بر اساس ماده 138 قسم 3 بند ا کودکس جنایتی تاجیکستان به تجاوز به ناموس دختر برعلا به سن 14 نرسیده گناهکار دانسته به 20 سال محبس نظامش سخت محکوم کرد. مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان روز 31 январ برخی جزئیات این پرونده را که تفتیش آن را دادستانی ایسار انجام داده است نشر کرد. بنابراین منبع در رفت تفتیشات پیشکی و
بررسی سعودی معین کرده شده است که سمینوف نظامجان اشورالیویچ سنه 21 سپتامبر سال 2021 تخمیناً ساعت 17:30 دقیقه در حالت مستی در منزل استقامتیش واقع در شهر ایسور جماعت دهات ایسور دختر نابالغ برادرش را که پدر و مادرش به مهاجرت مهنتی به روسیه رفته فرزند نابالغشان را تحت پرستاری او گذاشته بودند از حالت عاجزی نابالغ استفاده نموده او را به حجره خوابش درآورده مجبوراً با او علاقه جنسی نموده است. تفصیلات دیگر این پرونده نشر نشده است. نظر طرف محکوم شده و جبردیده یا وکیلان آنها فعلا دسترس نیست. چند ساله بودن دختر جبردیده نیز گفته نشده است. وقتهای آخر از تاجیکستان خبرهای زیاد درباره تجاوز به ناموس کودکان خردسال از جمله از جانب خویشاوندان نزدیک آنها به دست میرسد. سال گذشته در پی چند چنین جنایت مقامات تاجیکستان جزای جنایتی را برای تجاوز به دخل‌ناپذیری جنسی کودکان باز هم شدیدتر کردند. در گذرگاه وستریاکوفسکی پرایزد در منطقه بریولیوی غربی در جنوب مسکو شام شنبه 29 ژانویه یک زنوزنی عمومی بین مهاجران با تیرپرانی روی داده است. منبع خبرگزاری روسی تاس در مقامات حفظ حقوق خبر داد که گمان می‌رود در این زنوزنی زادگان تاجیکستان اشتراک داشتند. در خود زنوزنی حدود 15 نفر شرکت کردند ولی پلیس بعد این مناقشه 66 نفر را دستگیر کرده است. خبر داده است امصوبت تاس در رابطه با این حادثه با اتهام افباشی با استفاده از سلاح پرونده جنایتی باز کردند. مقامات پلیس چند نفر را به جوابگری ماموری کشانده 3 نفر را در رابطه با پرونده افباشی بازداشت کردند. خدمات مطبوعات پلیس مسکو گفت مناقشه در زمینه معیشی صورت گرفته است و کارمندان پلیس به جای حادثه رسیده از زنوزنی که تازه اوج می‌گرفت پیشگیری کردند. تابستان سال 2021 در شهرهای روسیه یک سلسله زنوزنی‌های گروهی با اشتراک مهاجران صورت گرفت. در پی آن زنوزنی‌ها وزارت کارهای داخلی روسیه مهاجران را هشدار داد که من بعد آنها را برای دغلانه ویران کردن ترتیبات جمعیتی از جمله برای اشتراک در زنوزنی‌ها بدون یگان ترحم دپورتاسیون کرده از حق عبور مرز روسیه محروم خواهند کرد. ماه دکامبر پلیس روسیه اثبات داد که علاقه بیش از 400 مهاجر خارجی را محض برای اشتراکشان در زنوزنی‌ها از کشور اخراج کردند. اکثر این مهاجران اخراج شده را به مدت 40 سال از حق بازگشت به روسیه محروم کردند. روز 3 ژانویه در دهه نورفتار جماعت وحدت نویه وخش نورالدین فیض‌الدینوف و 2 برادرزاده او قابل جان و قاسم جان فیض‌الدینوف را به خاک سپاریدند. عمک و جیان‌هایش همراه با 3 مهاجر دیگر تاجیک شب 26 ژانویه در ولایت ولگگراد روسیه بر اثر زهرآلود شدن از دود یک بنزین‌ژنراتور به هلاکت رسیدند. جنازه های این 6 مهاجر شهید را صبح 3 ژانویه از روسیه آوردند. در ویدیویی که به دست اداره پایگاه خبری بامداد رسید دیده می شود که یک مرد روحانی از پیش نزدیکان 3 مهاجر شهید را در دهه نورفتار نصیحت می کند که گریه و ناله زیاد نکنند وگرنه تابوت ها را به خانه ندرآورده راست به قبرستان می برند. مردم راضی می شوند ولی وقتی 3 تابوت را پای هم وارد حولی می کنند دود و غریو نزدیکان آنها به فلک می پیچد. مگر می توان سوزش چنین فوجه تلخ را در درون سینه خود پنهان کرد و ناله نکرد؟ در فوجه شب 26 ژانویه در نویه سردنختوبینسکی ولایت ولگگراد 6 نفر جان باختند. جسدهای این 6 کارمند خواجگی فرمری رستوکسک صبح 26 ژانویه در داخل گرمخانه مربوط به این خواجگی در دهه راخینه پیدا کردند. گفته می شود آنها بر اثر شبانه از کار برآمدن گنراتور گرمی دهنده از دود آن زهرآلود شدند. بنا به خلاصه تفتیشات این گنراتور که با بنزین کار میکرد با نقض قاعده های بیخطری گذاشته شده بود. در رابطه به مرگ این 6 مهاجر تاجیک مقامات تفتیشاتی ولایت ولگگراد بر اساس قسم 3 ماده 109 کودکس جنایتی روسیه با اتهام از بی احتیاطی به هلاکت رسیدن بیش از 2 نفر پرونده جنایی آغاز کردند. هر سال بیش از 1 میلیون نفر و تقریبا نصف اهالی قابل کار تاجیکستان با مقصد تأمین روزگار خانواده های خود به روسیه به مردکاری می روند و هر سال در روسیه بیش از 1000 نفر از مهاجران تاجیک به علتهای گوناگون ترک این دنیا می کنند. تماشابینان عزیز یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم.
کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان از محل صدمه مرگاور روز 30 ینور در راه عینی پنجکند که در آن عالم جوان بوستانشناس فرهاد رزاقوف به هلاکت رسید دو عکس را نشر کرده است. بنا به اطلاع این نهاد یک ماشین مرسدس در کیلومتر 78 راه عینی پنجکند به جری 300 متر چپ شده است. در عکس دیده می شود که ماشین به دریای زرافشان افتاده است. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده گفت هنوز تا آمدن نجات بخشان مردم جسد راننده را از داخل ماشین بیرون کشیدند و سپس با کمک نجات بخشان جسد را از لب دریا به بالا برآوردند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز در شرح این حادثه گفت 30 ینور سال 2022 تخمین ساعت 14:45 دقیقه راننده افت تمغه مرسدس بنز رزاقوف فرهاد سال تولدش 1984 ساکن شهر پنجکند هنگام حرکت در راه ماشینگرد عینی پنجکند در حدود موضع دشت سیاورده نویه عینی از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به دریای زرافشان چپ شده است. در نتیجه این حادثه ناخوش راننده جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. مسافر او نصرالله مهردین سال تولدش 2001 ساکن پنجکند جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. طور قبلا خبر دادیم نامزد علم تاریخ مدیر کافدرای بوستانشناسی دانشگاه اسلاویانی فرهاد رزاقوف روز 30 ینور در یک صدمه نقلیاتی در راه عینی پنجکند به هلاکت رسید. او همگی 37 سال داشت. مراسم دفن عالم جوان روز 31 ینور دایر شد. فرهاد رزاقوف فرزند بوستانشناس شناخته عبدالرؤوف رزاقوف بوده در روسیه و آلمان نیز کار کرده است. او رساله نامزدیش را در شهر سنت پترزبورگ روسیه حمایت کرده بود و مؤلف دهها مقاله و اثرهای علمی و چند کتاب بود. سهم فرهاد رزاقوف در کاوش‌های بوستانشناسی در پایگاه بوستانشناسی سرزم نظر رس است. میگوید تاریخ شناس شرف قربانوف مدیر پایگاه بوستانشناسی سرزم نورنسو خدایار و هلاکت فرهاد رزاقوف را یک تلفات بزرگ در علم بوستانشناسی ارزیابی نمود. از فرهاد رزاقوف دو طفل خردسال یتیم ماندند. مرحوم داماد برادر آوازخوان شناخته تاجیک افضل شاه شادی بود. چنین به نظر می رسد که قانون عفوی که ماه سپتامبر به مناسبت 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان قبول شد یک دروازه بزرگ برای از جوابگری خلاص کردن منصبداران پرخور شده است. اگنتی مبارزه با کروپسیون تاجیکستان روز 31 ینور خبر داد که پرونده الهام‌الدین ایدیف سردار بخش حفظ ترتیبات جمعیتی در شعبه یکم میلیسیای نویه سینای شهر دوشنبه که برای به نام حجتگذاری کردن یک منزل بعد مرگ صاحبش به میراثخوار مانده در کوچه مایاکوفسکی 150,000 سومونی طلب کرده از این مبلغ الکی 128,000 را گرفته بود بر اساس قانون عفو قطع کرده شد. مرکز مطبوعات اگنتی روز 31 ینور در شرح این پرونده خبر داد که ایدیف الهام‌الدین عثمانویچ در اساس فرمایش سردار ریاست وزارت کارهای داخله در شهر دوشنبه در وظیفه سردار شعبه حفظ ترتیبات جمعیتی شعبه رقم 1 وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در نویه سینای شهر دوشنبه کار کرده در دوره فعالیت کاریش با استفاده از مقام خدمتی به جنایت تصرف مال و ملک غیر با راه فریب و سوء استفاده باوری با رساندن ضرر مخصوصا کلان مادی دست داده است. چنانچه نامبرده ضمن شناسایی با شهروند باوری آخرین را به دست آورده وعده میدهد که بر عوض مبلغ 150,000 سومونی یک منزل استقامتی 2 حجرگی را واقع در شهر دوشنبه نویه سینا کوچه مایاکوفسکی که صاحب ملک آن وفات کرده و یگان میراثخوار ندارد در نام آخرین قانونی حجتگذاری کرده میدهد. ایدیف با مقصد انجام دادن نیت جنایتکارانه خود وابسته به تصرف مال و ملک غیر از مبلغ طلب نمودهش 128,000 سومونی را گرفته به تصرف خود درآورده یگان عمل را به منفعت آخرین اجرا نکرد. گفته می شود در اطلاعیه اگنتی مبارزه با کروپسیون میگوید در رابطه به حالت مذکور نسبت به ایدیف بر اساس ماده 247 قسم 4 بند ب کودکس جنایتی تاجیکستان با اتهام قلابی پرونده جنایتی آغاز کرده شده بود ولی پیشبرد این پرونده در اساس قانون عفو قطع کرده شد. این نهاد اخیراً همچنین از مورد عفو قرار گرفتن حسن هدایتوف یک افسر گذرگاه پختاوباد در مرز با ازبکستان که از شهروندان برای گذشتن مرز دولت طلب میکرد و دوران اگاموف یک کارمند دانشگاه ملی که برای داخل کردن به رشته حقوق شناسی $2500 پوره گرفته بود خبر داد.
وزارت تندرستی تاجیکستان شام 30 ینور خبر داد که در یک شبانه روز آخر در کشور 11 حالت نو گرفتار شوی شهروندان به کرونا ویروس نو کووید 19 ثبت شده است. درباره از این ویروس شفا یافتن کسی در دوام روز 30 ینور گزارش نشده است. به این ترتیب در 10 روز آخر از 21 ینور به این طرف وزارت تندرستی در عموم 213 حالت به کرونا ویروس گرفتار شدن شهروندان را تصدیق کرده است. با وجود از مریضان پر شدن بیمارخانه ها و تایید کرونا ویروس در بدن ده ها نفر از سوی آموزشگاه های خصوصی، طبیبان این را خروج موسمی گریپ مینامند و وزارت تندرستی تاجیکستان از 20 نوامبر تا 21 ینور طی بیش از 2 ماه به این طرف آشکار شدن یگان حالت نو کرونا ویروس را در کشور اعتراف نمی‌کرد. به حساب وزارت تندرستی شماره رسمی گرفتار شدگان به این ویروس از آغاز پاندمی تا شام 30 ینور در تاجیکستان به 17308 نفر رسیده. از این شمار تا امروز 17096 نفر شفا یافتند و 124 نفر متاسفانه فوت دیدند. به این ترتیب تا شام 30 ینور 88 نفر گرفتار کرونا ویروس در شرایط خانه یا بیمارستان تحت طبابت قرار داشتند، ولی بسیاری بر اینند که شماره واقعی گرفتار شدگان و قربانیان کرونا ویروس در تاجیکستان خیلی بیشتر از آمار رسمی است که وزارت تندرستی اعتراف میکند. تختای و شکرانه زاده شهر اسفره روز 19 ینور سال 2022 به کار رفته است، اما به جای کار نرسیده بیدرک شده است. شکرانه از صحنه 19 ینور باز بیدرک است. اگر درباره کجا بودن این دختر معلومات داشته باشید یا اگر او را دیده باشید، خواهش میکنیم به پیوندانش خبر دهید. تلفن برای تماس 7 964 954 3593. پهلوان شناخته تاجیک کامرانشاه استوپریان در اولین مسابقه گشتین دیزودو در سال 2022 گران پری پرتغالیا سزاوار مدال برنجی شد. این مسابقه بین المللی از 28 تا 30 ینور در شهر الماده پرتغال دایر شد. کامرانشاه که در وزن تا 90 کیلو هنرنمایی میکرد در دور اول آزاد بود و از دور دوم وارد رقابت‌ها شده اول پهلوان ازبکستانی دوستان میلیف را شکست داد و در چهارک فینال بر ورزشگر اوکراین ارتیم بوبیر پیروز شد، ولی در نیم فینال کامرانشاه استوپریان از ورزشگر ایتالیا کریستیان پارلاتی مغلوب گشت. کامرانشاه سپس در محاربه برای جای سوم نماینده گرجستان ایمید گوگلگادزه را شکست داد. جای اول را در وزن تا 90 کیلوگرم جسپر سیمینگ از هلند که در بازی نهایی پارلاتی را شکست داد به دست آورد. سامان محمدبیکوف نیز به نمایندگی از تاجیکستان برای اشتراک در گران پری پرتغالیا نام‌نویس شده بود، ولی متاسفانه تشخیص او از کرونا ویروس نتیجه مثبت داد و سامان به این دلیل در این مسابقه اشتراک کردن نتوانست. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو در اولین مسابقه سال 2021 301 ورزشگر، 179 مرد و 122 زن از 41 دولت اشتراک کردند. غالبان و جایزه‌داران مسابقه در برابر مدال با جایزه پولی قدردانی شدند. جای اول 3000 یورو، جای دوم 2000 یورو و جای سوم 1000 یورو. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه‌های ناخوش روز. نجات دهندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان زن جوانی را که می‌خواست خودکشی کند نجات دادند. این حادثه 30 ینور سال 2022 ساعت 15:30 در ساحل دریای سیر در شهر خوجند رخ داده است. شاهدان به اداره حالت‌های فوق‌العاده ولایت سوخت خبر دادند که یک زن 33 ساله با قصد خودکشی خود را از بالای پل به دریا پرتافته است. امدادگران سر وقت به جای حادثه رسیده جوانزن را از آب به ساحل برآوردند و کمک‌های اولیه طبی را رساندند، ولی بعدا وی پیشنهاد بستری کردنش در بیمارخانه را رد کرده است. مقامات حفظ حقوق سبب‌های قصد خودکشی این ساکن خوجند را تفتیش می‌کنند. هر سال در تاجیکستان بیش از 600 حالت خودکشی یا قصد خودکشی ثبت می‌شود. بیش از نصف آنهایی را که به جان خود قصد می‌کنند زنان و دختران تشکیل می‌دهند. مناقشه‌های عائلوی، کمبودی‌های روزگار، افسردگی، ناامیدی و خشونت در عائله از سبب‌های عمده خودکشی زنان و دختران تاجیک نام برده می‌شود، ولی حالت‌های به جوابگری جنایتی کشاندن شوهران و دیگر اعضای عائله با جرم به خودکشی رساندن در کشور تا حال کم اندر کم است. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت یک نورس 17 ساله
یک جوان 19 ساله و نابالغ 17 ساله برای دست داشتن در دو مورد علایده دزدی لباس از دو مغازه در پایتخت شهر دوشنبه خبر داد. از جمله به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه فردوسی با عریضه مرد 34 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که شب 25 به 26 ینور سال 2022 تخمینا ساعت 9:00 دقیقه شخصان نامعلوم با راه پنهانی به مغازه فروش لباس‌ها در آمده از آنجا لباس‌های مردانه را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 35300 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا نابالغ 17 ساله ساکن شهر دوشنبه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. همزمان باز به شعبه وزارت کارهای داخلی مذکور با عریضه جوان 22 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که 14 ینور سال 2022 تخمینا ساعت 8:30 دقیقه شخصان نامعلوم با راه پنهانی به مغازه‌اش در آمده از آنجا لباس‌های گوناگون را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 180,035 سومانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا جوان 19 ساله و نابالغ 17 ساله ساکن شهر دوشنبه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت مذکور دستگیر کردند. اوید به این حالت‌ها تفتیشات پیشکی ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.